همونطور که میدونین جدیدن یه عروسکی به اسم لبولبولی لبوبو ترند شده که میخوام چند تا موضوع در موردش بگم که آخری ها از همه مهمتر. میگن که ایرانی های همیشه در صحنه تعداد 1,000,000 عدد ازش خریداری شد. جالبه. حالا کاری ندارم که شکل و قیافه درست و درمانی هم نداره، اما خب عدد تأمل برانگیزه. لامصب قیمتش هم گرونه. بالای شهرم هر چی رو ببینی یکی دو تا از اینه از چیپش آویزون کردیم. یعنی یه جوری شده که اختلاف طبقاتی رو میشه از روی این عروسک فهمید. میگه چطور؟ اگه شما یه دونه از این عروسک داشته باشید یعنی جزو طبقه متوسط جامعه. اگه بیشتر از یه دونه داشته باشی یا مثلا کلکسیونشو داشته باشی که آی شلوغ تو جزو مرفهین بیدرد. اگر هم پول خریدشو نداری عکسشو چسبوندی روی یخچال تماشا میکنی تو دیگه از خودمونی هدی بیچاره بدبخت. حالا یه بود اقتصادی ماجرا بود. ابعاد دیگه هم داره که خدمتتون عرض میکنم. مثلا الان آی دولت میاد میگه دیدین تحریم تأثیری نداشت، ملت ما میرن عروسک گرون میخرن چند تا. وزارت ارشاد میاد میگه آقا تهاتر فرهنگی شده، مگه عروسک سارا و دارای خودمون چیشه میریم لبولبولو میخریم. وزارت محترم دارایی میگه آها اینا هنوز پول دارن مالیات ها رو گرون کنیم. قوه محترم قضاییه احتمالاً که یک حرکت خودجوش بیاد یک نفر به عنوان سلطان لبوبو معرفی کنه. چه دیگه تکلیفش با کرام الکاتبین خودتون میدونین، من حرف تمکین نزنم. قوه بسیار محترم مگننه هم نمیتونه از قافل عقب بمونه که میاد به صورت چند فوریتی یک قانون تصویب میکنه مبنی بر ممنوعیت واردات و فروش لبوبو. احتمالا یک ارگان یا سازمانی هم که هیچ کس گردنش نمیگیره میاد جشن مبارزه با حمل لبوبو راه میندازه. برادران محترم قاچاقچی هم که بیکار نمیشینن. احتمالاً اقدام به واردات قاچاقی لبوبو میکنن و به صورت کاملا زیر پوستی در جامعه توزیع میکنن. در این صورت هم که قیمت میکشه بالا و کلی داستان دیگه. البته همونطور که استعداد داریم بنده مستر خالی بندم و خیلی نمیشه روی حرفام حساب کرد. والا خداحافظ.